آخه شما جنگ کرده بودین کو؟ کی آشتی شدین؟ من نفهمیدم. نه مادر جان، چه خیل جنگ؟ مگر این خیل می شود مادر جان؟ من به هجری زندگی کردن نمیتوانم. ای دختر، ایچ طریقه پای؟ یک دم میگوی که جنگاور قطعی خونه دار میشوم، با میگوی که قطعی هجری. چی این زندگی به تو بازی چای؟ چی مردم به تو را احمقای؟ عجینه چی؟ آخی بچم در حق سایرام این کاری کردگیت خوبه ها؟ او را خفه کردی. چیکار کردم پدر؟ خودت نمیدانی چیکار کردی. آخی دختری چمن با جنگاور باید خونه دار میشید، تو باشی با سایرام اویله دار میشیدی. این دختر چیکار کرده ها؟ دختر جون زیغ نشه، این روزها هم میگذره. آخری از نجان چرا زیغ شوم؟ من از خورسندی به هوا پرواز دارم. نهایت جنگاور از من شد. چی؟ من به جنگاور عاشق شدم خاله جان. از این پس هجری تنها گهواره بخشی من است. جنگاور دا عاشق شدی؟ بله خاله جانم. دختر، ما این قدر حرکت کردیم که تو هجری قدی ساز شوی و کارای ما بیهوده بوده است. شما چی ها میگوید خاله جان؟ هجری گهواره بخشی من است در دنیا و آخرت. یعنی کنی بیخست رو آغوش گیرم. بیخست آغوش کنه. بیا با تو تا آخری عمر خوشبختی میخوام سنم جان. خدا تا آخری عمر خوشبخت باشه. آمین جانکم، با تو هم نصیب گردونه. خیر انشالله. اوسیا ای چی گفت نفهمیدم. آقای سعدین با هیچ چی را نفهمیده صدام. پدر مادر خیر اکنون همه خوشحال است. بیاید همه کس صبحانه بخوریم. صبحانه آماده شده است. با آشخانه روید. استید یک فکر دارم. حاضر همه کسا با کافه زینب رفته صبحانه رو در اونجا میکنیم. راست میگم. میشود دوگانه جان گپی تو رو میگیریم. بیا رویم. رفتیم جانکی من. یعنی زنده است. میدانستم. من زنده بودن او را میدانستم. ساختکار، کالتاکلسی ساختکار، داملای ساختکار، داملای حقیقی من هستم. از برای خدا پدر آرام شو. دستگیر میکنیم کالتاکلس رو. خاموش، بتربیه. حس میکنم آخه. بله او در همین جا. در کجای هست؟ بویش به مشام میرسد. بله او در همین جاست. او را دستگیر کنم اگر سرش را از تنش جدا میکنم. کالتاکلسی ساختکار، فریبگر. آخر پدر جان او را ببینی چه خیل میشناسی. او چهرهش را عوض کرده است. گپ نزن ناخلف. من حس میکنم بوی بدی او را، انرژی ناخوبی او را حس میکنم. مراد پسرم، این کالتاکلس را کی دستگیر میکنی؟ چی؟ کی؟ کالتاکلس؟ وای کالتاکلس رو پدر چرا از من نمیپرسی؟ من دستگیر میکنم او رو. با نزدیکی دستگیر میکنم. از من پرس. چرا از من نمیپرسی؟ از من پرس. خاموش باش بتربیه. خاموش. زهرا هم دختر نقابدار شده است. با فکرم ناها یک جا کار میکنن. باور کن 1000 سال فکر کنم باورم نمی آید که زهرا دختری نقابدار است. او رو هم دستگیر میکنیم برادر. او رو هم دستگیر میکنیم. آخرکه او هم چهرهش رو عوض کرده است. او رو چه خیل میشناسی؟ با فکر من هر دوی آنها از اینجا گریختند. پلیس از پسشان است. چرا اینجا میموندند آخر؟ همین خیل نه؟ یعنی دخترم اکم زهرا و کلاس انیق به خارج رفتند. انیق میلیس یک لحظه یعنی از گپویت معلوم میشد که میلیس با دخترمکت زهرا در تلفن گپ زدی؟ چی گفت؟ در کجا اسازی؟ یگان معلومات داری؟ چی گفت؟ راست بگو میلیس طریق تلفن قدی زهرا گپ زدی یا نه دروغ را خدا بزنه؟ امون همی هستم. آخر زبید سفسطه نگوی جانم. چی علاقه دارد؟ من زهرا را ندیدم آخر. بینم هم چه خیل میشناسم. چهرهش عوض شده است میگوید. یا خدایا. میلیس
مرا گوش کن ببین، اگر تو به جنایتکار یاری دهی خودی تو هم جنایتکار نمیده بشوی. بعد به من زبید نگو خبر نداشتم جنایتکار شدن رو نمیدونستم. نگو که نگفتمت. میلیس متر خبر کردم. هر دوش اینجوین با هیچ کجا نمیرون. از من میپرسید که برای چی؟ چون که همه خیش تباراش همیجا. شنیده؟ خاموش باش به تربیه. تو کلتکیلس را دستگیر کن. زهرا را رها کن. زهرا بیگناه است. او را با این کار کلتکیلس دل داده است. آدمی پس ساخته کار. از میه خیل گپ میزنه که سری آدم ویران میشه. باور کن. تو حالا هم گپ میزنی به تربیه؟ آخر زهرا دختری ما است. او را از دست کلتکیلس نجات میدهیم. در کوتاه‌ترین مدت کلتکیلس را دستگیر کرده به سود پیشنهاد میکنیم جنابی عظمی، پروا نکنید. بله. با تو باوری دارم مراد پسرم. زهرا را نجات بده. ای لطفاً کمیسر مراد، دخترم که بیچاره مرا از دست اون مردی بد با نام کلتکیلس نجات دهید لطفاً. زینب عیب نیست این کارت. خانم زینب، مسئله کلتکیلس از من است. زورو رو من نجات میدم، مراد نه. خانم عالم اومده است. عالم بمیره بمان بدرویا. عالم گفت؟ بله خانم عالم، آدمی نزدیک مراد. دعوت کردم که در برشینه دو صبحانه خورد. آنها یکدیگر را دوست می‌دارن. با شما اشتیاقی توم. عالم بگذار بشی که میدونم که گشنه‌ای. خوش آمدی دخترم. خوش باشد. سلام مراد جان. سلام عالم. مراد جان ها؟ عالم ما در باره زورا و کلتکیلس صحبت میکردیم. اون دخترمه که زینب و دوست داشتش رو بگوید مگر؟ نمرده بودن، زنده بودن و در نزدیکی ما هستن. به همه محله گفتم همه چشمانش را خوب کشوین. تو هم عالم اطرافت رو اهمیت ده. میلش تمام، شما خاطر نشوید. عزیزان من، کیلس زنده بوده است که چه خیال شده است هیچ نفهمیدم. اکا چهره‌اش هم عوض شده است میگویم که. بابا من باید در حال گریزم. و چهرهش را عوض کرده است. زهرا هم چهرهش عوض شده است. زهرا هم زنده بوده است. چی؟ زهرا هم زنده است؟ کمیسر زبید است کو گفت که اگر کیلس و زهرا را یگان کس ببیند زود به من خبر دهد. اکا جوهر، اگر اونها چهرهشون رو عوض کرده باشند ما بینیم چه خیل میشناسیم؟ و خدا اینش رو نمیدونم. هجری شنیدی زهرا زنده بوده است؟ حسنا من هم بسیار حیران شدم. استادم زیا این رو با من گفت و اما استادت زیا؟ کمیسر مراد آخر. هجری مبارک شود. استادت زیا زنده بوده است. چی میگه هجری؟ همون استاد زیا که تعریفش میکنی او میشای کلتکیلس بوده؟ هموای بچه ها کفتکوب کردن مراد. در بیمخانه که زورا جراحی گذرانیده است هیچ معلومات نبوده است. در دفتر قیدها چیزی نیست. درباره دختری که کلتکیلس رو جراحی کرد یگان معلومات نیافتیم کو. اما من به یک خلاصه اومدم که اونها دور نرفتن، همین جان در نزدیکی همون هستن. من باوری دارم که اونها رو دستگیر میکنی مراد. تو قهرمانی من هستی. این دختری چسبک رو هیچ سر نمیدهد. وجدان اسلامی مراد عالم با هم دیگر گند از یه بندین. تویتون کی باشه؟ چی ها میگویی تو؟ چخیل توی؟
آخر زینب خوشبختی مراد خوشبختی ما برای من میفهمم که تستر خطی اولمبی توی کنه تویش تماشا کنیم. چی؟ جناب زبید اجازه دهید من با کمیسر مراد یک چیز رو صحبت کنم. بله. زینب خفت کرد فریاد کن خفش میکنم. زینب دوری بد نره که خواطر میشم. کن اینجا بیا. باز اینجا بیا میگویدی؟ تمام شدی کمیسر. من خیانت رو هرگز نمیبخشم. چی خیلی خیانت آخر؟ سفسطه نگو. دو چشمم کور شود این خیلی نیت نداشتم. چی کار بکنی؟ بس است آخر. حیران میشوم. کار میکنی که در نزد آدمان داد زنم. زهرای من این خیلی نبود کو. بسیار عوض شده ای کو. این خیلی نبودی تو. زهرای من مرا حتی گپی بد نمیزد. آه زهرا آه. کجا شد آن زهرای پیشینه؟ چی گفتی تو؟ زهرا با من خوب رفتار میکرد. تو باشی وای زیو هم از بالای من دیگر گل رو بوی نمیکشید. ای بس است آخر. کاش زهرای من عالمه بود اقلا مرا لطوکوب نمیکرد. کافی است آخر. کاش زیاد تونه و بلکی زوبید میشد. یک دقیقه. تو چی گفتی؟ آخر زوبید با من صادق میموند. زهرا بین از حد گذراندی حوالت خوب نمیشود. بسیار ترسیدم. چیکار میکنی؟ تو را دستگیر میکنم. خودش رو حالا هم پلیس فکر میکند بیچاره. من پلیسم کمیسر مراد. گوش کن کلتکیلس مرا عصبی نکن وگرنه رفته تو رو به زوبید میفروشم. مرا عصبی نکن دختر نقابدار وگرنه تو رو به زوبید میفروشم. میتوانی ها؟ البته که. آنها درباره چی گپ زده ایستادن؟ من یک جو میدونم مولم. من حاضر رفته هر دویمون رو به زوبید خبر میدیم. میبینیم که کدوممون رو دستگیر میکند. آخر کارهایی که کرده نمیتوانی گفته مرا نخندان. کنی بیرو؟ تو حاضر روزت رو میبینی. کنی رو بینیم. ایست زهرا زهرا. زوبید من میخوام با تو یک خبری بسیار مهم رو رسونم. خبر می؟ زینب چیکار میکنی دیوانه شده ای؟ کلتکیلس هست کو؟ همون عروس بوزی که شبو در شهر افلاس میکند؟ بله عروس باز و جنایتکار ابله. من رو با دستان خودم دستگیر کرده به سود میسپارم. خبر چی است؟ آن آدمی جنایتکار است کو؟ همون آدم. زینب با فکری تو گپ زن. با فکری تو به زهرا خیانت میکند؟ چی؟ نه هرگز اصلا. یعنی بله کلتکیلس جنایتکار است ولی باور ندارم که خیانت کند. یعنی خیانت نمی کند. زوبید در اینجا چی گپ است؟ تو یگان چیز رو فهمیدی؟ تو خاموش باش آخر شیطانچه. به هر کار بینیت رو نخلون. این دختر بسیار دغل است. ما با این دوست شده نمیتوانیم. زوبید با زینب بگو که کلتکیلس به هیچ وقت خیانت نکرده بود. حتی به یگان دختر نگاه هم نمیکرد. دروغ گفته ایستاده ای. دروغ نمیگویم. دروغ گوی افلاس. کلتکیلس به زهرا خیانت دارد. نه خیانت نمیکند. از برای خدای چی گپ است؟ من یگان چیز رو نفهمیدم. کلتکیلس افلاسی عروس باز است. نیست. فهمیدی؟ کلتکیلس بسیار با صداقت است. نسبت کلتکیلس نفرت دارم. هرگز نفرت نکن. او دخترم که تو را دوست می‌دارد. دوست نمی‌دارد او را. او را دوست می‌دارد. او زینب مراد چی گپ است همکار؟ از پشت کلتکیلس شده در اینجا جنجال داره. آخر زینب جان آن فریبگر رو من حتما دستگیر کرده به سود میسپارم. این رو یک سو گذاره تو از همه خوبش خبرت رو بگوی که درباره کلتکیلس هست یا نه. خبر جانم. خبر؟ درست شنیدی. وای زوبید جون این کمیسر مراد بسیار آدمی عروس باز میتابد. شما به او مانع نشوید مایلش. راستیگم من قطعی خیلی آدمای کوچگر لخم حیف نمیکنم. فرق زوبید مراد از زمین تا به آسمان. در شما سیمای پدری اویله بودن هست. نگذارید که مراد شما رو از راه بیرون کند. نه هرگز نمیگذارم زینب. من به سین سال زنگیری نزدیک شدم زینب. راستیگم به بلاغت رسیدگیم. لطفاً با این آدم یک جای گشته خود رو بیروها نکنید. من برای چی قطعی ابله میگردم؟ من تماما دیگر آدمم. قطعی خیلی شما من نمیگردم. آب
عیب نیست مگر زبید؟ خاموش شو آدمی بخیل. بله زنم جان، دوام بدیم. این آدم در سین و ساله هست که با دخترها نگشته باید اویله برپا کند. درست فهمیدید. هرگز نمیخواهد که خانه دار شود. نه مرادم مزش نه، زنگیرش نمیفوره. شما بسیار هم اویله دار شدن میخواهید. بخدا زنم میفوره. انا یاد گیرید جنابی مراد. یک دقیقه این خیلی گپ زده رفته نمیتونه. این چی گپ است؟ مراد یک دقیقه باور که من حس کردم که زینب قدیما تکلیف خانه دار شوی داره. وجدانی سایم خیلی یا خدایا. سبسته نگو زبید. مرا گوش کن. زینب مرا نمیوگ دادم که میفورش که من تکلیف خانه دار شویش بکنم یا نکنم. چی میگویی تو؟ زینب زبید اینجا میشین. شین میگویم حاضر میایم. زینب با من تکلیف اویله داری کرد. یعنی میخواد که من با او تکلیف خانه داری کنم. بسیار خوب. یا چقدر کنم الان ببین. انگشترین رو من میگیرم. هجری، من بسیار خوشحال هستم. زهرا زنده بوده است. امیدوارم به نزدیکی او را میبینم. یادش کردم. انشالله سنم. انشالله استادم زیا هم زهرایش را مییابد. هجری، همون خانه‌ای که پیشتر دیده بودیم کو با فکرم همون رو کرایه گیری می شود. چون که خانواده تو نمیخواهند که خانه داماد شوی. از من هم نمیخواد که من در خانه شما ایستم. آن خانه بسیار زیبا بود. کرایه گیری می شود. تمام میگیریم. من همراه تو در جنگل هم زندگی میکنم. با من باشی کافی است. ای مایده چه رومانتیکی. من میدونستم که همین خیلی میگویی. چه خوب، جنگاور دامادمون میشود. سنم چرا باز با هجری آشتی کرد به فکرت؟ جنگاور دامادمون نشود قادر. نشود یعنی چخیل میشود. جنگاور دامادی من است، جنگاور دامادی من است. گفته چرخ نمیزدی تو زنک جان؟ تو هم بسیار گپ نزن قادر. ای لطفاً. شد زنک جان، خوب نمیگویم. من با دوستانم واخوری دارم. بیگاه میبینیم میلش؟ تو بازدید. یعنی من نیت به چی کردم که جنگاور داماد من شود؟ نصیب مرا ببینه. یا خدای توبه. ایو چه؟ سنم تو در اینجا چیکار میکنی دخترم؟ آخر با داماد جنگاورت خانه میکوبی مادر جان؟ خانه کفته استادهید؟ مادر جان یک خانه یافتیم به خانه شما نزدیک است. به خدا از روی کلان میفرایید و کوتالی رو میبرید به طرف چپ و راست میگردید همین خیل میرسید. نمیشود این خیل. من دخترم رو به یگان جا نمیفرستم. مادر گوش کن، اگر با سنم خانه دار شدن بخوایی پسرم، با سنم به خانه ما آمده خانه داماد میشوی. تمام مادر جان میآیم. هجری، خانواده چی میگوین؟ آنها چی میگوین؟ هیچ چیز نمیگوین. در یک محله هیچ چیز نیست. ای سنم دخترم، بیا کمی رفته سیر و گشت کنیم. با تو تنها صحبت کردن میخواهم دخترم. یک دقیقه مادر جان، باید اول از هجری اجازت گیرم. یک دقیقه چه خیل گپ است باید از هجری اجازت گیرم؟ هجری، با مادرم به سیر و گشت برآمده میتونم؟ استغفرالله سنم جان، مادرم چیزی گوید همان را کن. هجری، از تو میپرسم اجازت میدهی؟ تمام سنم جان، میتوانی روی جانم. چرا داد میزنی آخر؟ شکر. جانی من. مادر جان، از هجری شوهر بسیار خوب میبردم خیلی نه؟ هیچ نپرس. کنی پیش درو. خیر رفتیم دخترم. شکر خدای مهربان. زهرا، دستم رو سرده. چرا این خیل میکنی آخر؟ نو یک دیگرمون رو یافتیم. چرا این خیل رفتار میکنی؟ عروس بازی فلاس. عروس باز؟ عروس باز نیستم. عالم دستش رو دراز کرد. من اون دست رو میشکنم. شد آرام شو. میشکنی. میدونم ولی حاضر ما باید فکر دیگر چی را کنیم. فهمیدی؟ زبید نباید ما را دستگیر کند. باید با دقت باشیم جانم. آخر تو چه خیلی آدمی ترسونچک شده ای هنزیا؟
چهره ما عوض شده است. امور رو از کجا پیدا میکند و میبیند و میشناسد و دستگیر میکند؟ میدونم، ولی باز هم باید با دقت باشیم. یعنی بعد از خانه‌دار شدن اما نمیخواهم که دستگیر شوم. بعد از عائله‌دار شدن؟ بله. خانه‌دار میشویم؟ بله، ممکن باشد خودی حاضر. چی حاضر؟ بله. 4 سال شد خانه‌دار شدن نتوانستیم زهرا. یکی سقراط میبراید، یکی اژدهار سرخ، یکی بازی از نیتو، کمیسر اونال. با خدا بسیار دلگیر شدم. بیا عائله‌دار میشویم، کافی است. ها؟ با تو عائله‌دار شدن میخواهم زهرا. نمیدونم اخیر، یعنی انتظار نبودم. انتظار نبودی؟ 4 سال شد. 4 سال. نمیدونم زیا. چرا نمیدونی؟ من نمیفهمم. یعنی یک چیز نمیرسد اخیر. نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ یا که با من خانه‌دار شدن نمیخواهی؟ با من روشن گپ بزن. یا که دیگر مرا دوست نمیداری؟ چی؟ این را با من چه خیلی روا دیدی زهرا؟ ها؟ فکر کردم تو مرا دوست میداری. آخر زیا، تنها این چهره تو رو عوض نکرده بودند کو؟ مغزی سرت رو هم پور عوض کردند. چهرم رو معقول نکردی، باز مرا به عقل میبراری. اوه، تو تماما به عقل شده ای. شد، تمام شد. دیگر مرا پس نزن. بس است اخیر. اوه زیا، چرا سفسطه گفته ایستاده ای؟ من چی گناه دارم ها؟ چی گناه دارم؟ من تنها خواستم با تو عائله برپا کنم. نمیخوام که بی چشمم رو ببینی. دوست داشته ای بفهمی من. با من نگاه کن. اگر با دختری خانه‌دار شدن خواهی چی باید کنی؟ چی باید کنی؟ بفهم. با او تکلیف خانه‌داری میکنی؟ کردم. نکردم اگر؟ بله کردم. نکردی؟ نکردم؟ کنی نزد زرگر رفته برایم یک انگشترین زیبو گیر؟ رو زودتر رو. چرا انتظاری جونم رو؟ بیرم. زهرایم، از روز تو رو دیدم همیشه در فکری تو بودم. در فکر و خیالم تو بودی. در همه حالت با تو یک جا زندگی کردن خواستم. از لحظه که تو رو دیدم. بس کن آخر، گپ رو دراز نکن. با من تنها یک تکلیف میکنی، به این هم جوابش معلوم است. آخر زهرا این خیل نبود. چی شده است با این؟ من هیچ نفهمیدم. این زهرای من نیست. کنی زیا؟ خوب، در روزی خوب و بد، در بیماری و صحتی. اوف زیا. اوف شد آخیره. حیرانی تو میشوم. با من خانه‌دار میشوی زهرایم؟ نه آخیر. نه گفتی؟ این چی است آخیر؟ انگشترین؟ آخیر تو با من با این انگشترین یه خوردی بیزیب تکلیفی عائله داری میکنی؟ انگشترینی بیزیب؟ من این را با پول یک معاشم خریدم. به انصاف. من این را قبول نمیکنم. نکن زهرایم، قربان چشمانت شوم. مگر خودت نگفته بودی که دیگر این گپ‌ها را بس کنیم، هر چیز زودتر خانه‌دار شویم؟ آخر تو چی خیل چونین انگشترینی بیزیب رو خریدی ها؟ آخر این سوال عصبم رو بسیار خراب کرد. استادم رو یافته باید زود پرسم. یا خدایا، این چی است؟ من نمیدونم. رفته برایم انگشترینی کلان گیر. آخر زهرا، من حاضر از کجا بیابم کلانش را؟ چرا این خیل میکنی؟ تمام معاشم را با همین انگشترین صرف کردم. با من چی؟ از کجای میگیری گرفتن گیر؟ استادم رو برایم بر اومده. شکری خدا. زهرا چرا این رو قبول نمیکنی؟ تو میخوایی که باز دزدی کنم؟ میگیری و میدوزی، لیکن برای من انگشترینی کلان بیار. خدایا دیوانه میشم. من با این دختر چیکار میکنم؟ استاد، یک سوال دارم من. هجری؟
التماس مرا از این وضعیت خلاص کن. یگان مشکلی است استاد؟ هجری از این خانم پرس که مگر انگشترین زیبا را رد کرده تکلیف خانه‌داری را هم رد کردنش جایز است یا نه؟ جایز است. جایز نیست. جایز است. هجری لطفاً تو از این استادت زیانه میپرسی مگر یک دختری زیبا رو 4 سال منتظر کرده با این یک انگشترین خردکک تکلیف خانه‌داری کردن جایز است مگر؟ استاد خانم زینب شما رو زیو گفت؟ جایز است. نیست. جایز نیست. استاد خانم زینب داملا زیو بودن شما رو میدوند. دانستن گیرد به من چی هجری؟ اما یا این که تو به هجری نگفتی مگر؟ چی رو نگفته است؟ آخر چه گویم زهرا، حتی وقتی سرخوری هم نداشتم. زهرا؟ استاد خانم زینب را زهرا گفتید؟ زینب نیست، این زهرا است. چی؟ انا خدا دیدی آخر حتی هجری تو رو نشناخت. فعلت ایواز شده است. تو از پس انگشترین کلان گشته ای. نمیفهمم با تو چی شده است. تو این خیل نبودی. هجری در اصل این استادی تو زیو بسیاری بحث شده است نگفتنی. هجری اگر دانی که از صبح تا حال چی خیل عذاب کشیدم، به خدا دیلت به من میسوخت. در همینجا گریه کرده خودت رو داشته نمیتوانستی. من نمیدونم این بگاه برای من انگشترین کلانتر و زیباتر پیدا میکنی. مگیر استاد همش را میفهمونم هجری، همش را میفهمونم. آخه من از کجا میابم حاضر انگشترین کلان را؟ یا خدای توبه. سامی پینگوین خیلی ساز پینگوین یعنی خوبم کمیسر، بسیار خوبم، یعنی بسیار خوب. بس که سامی دروغی هستی که ترسیدمی خیلی نه؟ فهمیدی که کلتکل زنده هستن شغال؟ آخر کمیسر از پلیس ها یاردم و حافظ طلب کرده میتوانیم. پلیس این خیل خدمت میکند عجبا، چون که اون کلاس مرا انیق میکشد. نه ترسمی، من اینجایم. پیش از اونو که کلتکل تو رو دستگیر کنن من او رو دستگیر میکنم. ولی تو دستگیری نکنی نمیتوانم. با من کمک میکنی سمی. کمیسر چی گپ است؟ این همه گونه یاری رو میکنم. بسیار خوب گوش کن. اون رفیق نزدیک کلتکل است کو شوکت. او با من لازم است. اون نیست آخر کمیسر. چی خیلی سمی؟ یعنی از ترس اون کانونی دیوانه از شهر گریخته رفت. کانونی دیوانه؟ بله کمیسر، حاضر من به شما میفهمونم. آخر این دیوانه جنگاوری ساخته شد. کانون باشد او را جنگاور فکر کرده از پسش تعقیب کرد. این دیوانه باشد ترسیده است. کانون از پس من از گفته از شهر بیرون گریخت. خیلی کانونی دیوانه در کجا است؟ او را با خدا از دیروز باز ندیدم. شوکت چی خیلی بیایم رقم تلفنش نداری سمی؟ کمیسر رقم تلفنش است و دست نورست است، چون که او دیوانه پیش از گریختن تلفنش را در جیب من گذاشت و گریخت. ایجابت تلفنش خودش در کارتر آمده. گوش کن سمی پینگوین، این گپایمون در بین خودمون میموند فهمیدی؟ اگر در یگان جا شدم که تو گفته ای قسم میخورم که تو رو پیش از کلتک کلاس میپرونم. نه وزیر خیز برای اگمش یک دفعه در کوچه نگر سمی، چون که برای تو خطرناک است. خیز روا کن. فهمیدم. تو خودت خوردگی تام من میتونم. فهمیدم. تیز گوشا با بیرون نبرو. کلتکیلاس حیوان بی عقل. او کلتکیلاس تو رو پیش از مراد من دستگیر میکنم. بعد درو باروی زینب جان برآمده مثل قهرمان میگویم زینب با من خانه‌دار میشوی جانم. انا خیل هجری دختری نقابدار زهرا بوده است. میدونم حیران شدی، ولی در زندگی این خیل کارها میشود. هیچ گپی نیست. چیکار کنیم آخر؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ آخر هجری من به تو همه این را بیهوده فهموندم؟ حیران تو میشوم. استاد با سر من یک سوال زور آمده است. تماما این سوال فرق میکند. اگر از شما 2 سوال رو یک جای پرسم آیا جایز است من ثواب میگیرم یا نه؟ 2 سوال؟ بله استاد 2 سوال. 2 سوال یک جای؟ بله استاد اگر 2 سوال پرسم. یک سوالش رو جواب داده نمیتوانم. 2 سوال دهد چگونه جواب میدهم؟ سوال ها بی جواب میمونند. جایز باشد استاد.
گوش کن هجری. در این مسئله عالمان دین اختلاف گوناگونی دارند. استاد یک سوال سرم رو گران کرده است. اجازت میدهید پرسم؟ خاموش باش گفتم. اول من پرسیدم، جواب مرا میدهد از تو رو نه. استاد من هم همین رو پرسیدنی بودم. اگر یک مسلمان یک بار دو سوال دهد جایز است یا نه؟ چی؟ خاموش. من به تو چند بار گفتم که وقتی من سوال میدهم آمده استادم رو ناراحت نکن. کمی با آداب باش. آخر همیشه تو میپرسی، نمیگذاری که من هم بپرسم. این بار من میپرسم. نه من میپرسم. با من چی؟ من میپرسم. آخر من میپرسم. استاد یک نفر خواب میبیند، گناهی که در خوابش میکنه جوابش رو میدهد یا نه؟ چی؟ استاد زنبور اسد را کشتن گناه باشد؟ چی؟ استاد انا اون زنبور سرخ کلان را کشتن جایز باشد؟ چی؟ استاد اگر انسان ماشین داشته باشد پیاده راه گردد جایز باشد؟ چی؟ جایز باشد استاد؟ جایز است یا نه؟ جایز باشد؟ جایز است استاد؟ جایز است استاد؟ استاد جایز باشد؟ ای استاد؟ استاد جایز نیست. جایز نیست هجری. استاد؟ چه خیلی استاد به من رحم نمیکنی؟ از خدا نمیترسی؟ دایم یک سوال میدادی، حاضر باشد دو سوال میگویی. این خیلی نکن از برای خدا. جایز نیست. یا خدایا توبه. دو سوال یک جای دادن جایز نیست، چون که انسان خودش را گم میکند. از آن جمله مثل استادم زیاد. ماشاءالله بهترین جوابه. مایلش کنم. بهترین سلسله فیلم های ترکی: هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. کمال جان خوش آمدی جانم. چی میخواهی؟ با جز خوشبختی تو دیگر هیچ چیز نمیخواهم ملیس. حافظه این برگشته است، مثل که بسیار آدمی با آداب شده باشد. چای کبود یا چای سیاه بیارم برایت؟ بعد از حادثه‌های گذشته و سکوارودکایی که به سرم خوردم تماما آدمی دیگر شدم ملیس. مثل که عقلم روشن شده است. آخر کمال سیاه، تو در اصل تماما آدمی دیگر شده ای. لطفاً ملیس از این پس مرا کمالی سیاه نگوی. نام من کمالی روشن فکر است. کمالی روشن فکر؟ چه خیلی نامی زیبا. برای آنکه سالهای دراز تو را ناراحت کردم از تو معذرت میخواهم ملیس جان. اگر تو همین خیل رفتار کنی میتوانی جانی مرا گیری. میدانم ملیس مرا هیچ به خودت لایق ندانستی، ولی من همیشه از پس تو میدویدم. گوش کن جانم، اینها همش در گذشته مون. میلش یعنی بیا فراموش میکنیم. بله اونها در گذشته مون ملیس، ولی دیگر با تو این خیل رفتار نمیکنم. باورم نمی آید این آدم در حقیقت روشن فکر شده است. انا برای همین ملیس دیگر هرگز تو را ناراحت نمیکنم. از پست نمیدوم. تو را دوست نمیدارم. چی؟ من به تو نمیارزم ملیس. تو به بهترین ها لایقی. کمال سیاه یعنی کمالی روشن فکر، تو چی گفتنت را میفهمی؟ لطفاً ملیس برای به این خلاصه اومدن بسیار فکر کردم. دیگر از پست نمیدوم. چرا نمیدوی ها؟ باز دیوانه وار میدوی. در حیات از عشق چیزهای مهمتری هم هست ملیس. نه غیر امکان است. حافظه این باز گم شده است. در اقیانوس هند ماهی های نادر نسلشان را از دست داده ایستادند. میدونی این رو ملیس؟ چی؟ ستاره ها رو چی؟
عدد ستاره‌ها تمام شده ایستادند. در دنیای بی ستاره و ماهی عشق چی ارزشی دارد ملیس؟ آخر تو چه گفته ایستاده کمالی سیاه؟ با خود بیا گوش کن. تو کمالی سیاه هستی. کمالی روشن فکر و دیگر نیستی. فراموش کن او رو. باران در جنگل ها بسیار کم باریده ایستاده است ملیس. گرمای از حد زیاد در اطراف دنیا هر روز تاثیر میرساند. بس است آخر، خاموش شو. علف‌های در بحر بوده هم روز تا روز کم شده ایستادند. اگر علف‌ها نباشند ماهی‌ها چی میخورند؟ ها این را فکر کردی ملیس؟ بس است، خاموش باش. لطفاً التجا میکنم کمال با خود بیا. تو کمالی سیاه هستی. روشن فکر و دیگر نیستی. لطفاً من کمالی سیاه رو باز پس میخواهم. باید دنیا را طوری کنیم که زندگی در آن آسان باشد ملیس. برای این باید چیزهای کربندار را کمتر استحصال کنیم. در این حیات باید کمتر پرتویم و انرژی بردوام باید استحصال کنیم ملیس. حاضر من به تو کربن را نشان میدهم. انا به تو کربن بگیر. برای تازه و آزاده نگاه داشتن اکولوژیا باید کمتر. تو کمالی سیاه هستی، با خود بیا. دندانهایمان را که شستیم نباید که آب را گشوده مونیم. پیش از خانه برآمدن باید چراغ را خاموش کنیم. بس است آخی، بس است میفهم. بس اسماعیل عصبانی نمیشم. تو آخی نیست طرفیست. سردید مرا. تو کمالی سیاه کوچه‌گرد هستی. با خود بیا. سردید مرا. رها کنید نگویم. برای دنیا را زیباتر کردن باید با ناعدالتی نگوییم. چی اسماعیل؟ چی کار میکنی؟ چرا سراسیمایی؟ کمیسر کیلا زنده بوده است. حیاتم زیر خطر است. من در اینجا مانده نمیتوانم آخر. آسمی شغال. بله با فکرم در این اطراف بسیار نگرد. اگر کلتا کلاس رو دستگیر کند عاقبتش خوب نیست بدون. نه این خیل نگوید کمیسر. این خیل نگوید کمیسر. همه خیل است. خیر شوکت رو ندیدی؟ از صبح نمی نماید. شوکت از ترس کنان دیوانه از شهر گریخته رفت. گریخت؟ خیر من هم گریختم. شوکت تو چی خیلی ترسانشک بوده ای؟ کلی با او یک زنگ زنم در کجا است؟ شوکت یبله نه کلتا کلاسی خوین زنگ زده ایستاده است. امشب ما برای تو توفه بزرگی دارم شغال. اول تو رو دستگیر میکنم بعد رفته با زینب تکلیف خانه‌داری میکنم. تو زن زدن بگیر کلتا کلاس. من بعدا تو رو میبینم فریبگر. یا خدایا توبه با کجا رفته است این آدم؟ با تلفن هم جواب نمیدهد. خیر مایلش من رفته با زهرا انگشتر زیبا گیرم. بله تو قمری بنت یوسف تراکتوریست راضی هستی که جمال ابن حسنی را به شوهری قبول کنی؟ 100% راضیم. بله بله تو جوانی زیبا پسری حسنی جمالی لعنتی قمری بنت تراکتوریست را به زنی قبول میکنی یا نه؟
микрофонате бите گردن جمال قبولش میکنی یا نمیکنی؟ نه ها بچه تا هفته چی؟ چی کار بکنی؟ جمال جانی ما بیا یک مچکت کنم. دختر چی مچکش داری؟ قبولت نکرد؟ نکرد؟ مرا قبول نکرد؟ ها قبولت نکرد. ات خودت کی که با قیسنگلی مرا قبول نمیکنه؟ بیا بیا اون نها کی تو برای بوده کی نگی؟ بیا 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 کنی؟ چیکار میکنی؟ پدرت مادر بود جمال. به بدبختی مطرب خبر باید زدگی اکنون بس است همه به خانه هایشان رود. زود باشید روید زود زود زود. ای خدا جان این چی روزی سیاه بود که به سری ما آمده. زود روید میگویم زودتر دف شوید. خالای سلطان تپالچه تپارتو با یگان بالا صادر نکنی. بسیار گپ نزن حسنی تو در اینجا میمونی. اول یوسف با آیلش میرود. زود روید میگویم. ای برادر بس است شرامه رو کشیده شده یا؟ رفتم نیازه من اون دختر شهری رو دیدم میگویم او در اونجاست برمیگردم. ای کمپیر تو رو میپراند نمیفهمی آخر تو رو میکشن بعد دیگر آن دختری شهری رو دیدن نمیتوانی. رفتیم جمال دم نگی نکن. رفتیم نه ما با یگان جا نمیرم. این توی ما است. داماد از اینجا رفت. او راست میگوید. حالا که شرمنده نشده ایم بیاید به خونه میرویم. رفتیم یگان جا نمیریم. جمال میآید جوابی کارای کردگیش میته. پروانه که یوسف حالی به اسم خودم قبری او حیوانه میکنم. خیر میلشی خیر که باشه ما میریم. نیکی بچه ده بگو کارای کردگی بچه تای پتی که بینیش میبرون. ما حاضر گفتم کو ما خودم حسابش میرم. تمام گپ کشال نتین. شما توی مرا ویران کرده. خالای سلطان ما هم رفتیم. با تو گفتم نرو در اینجا انتظار شو. من اول آنها روند وگرنه در راه باز جنگ می شود. چی نگاه داری؟ چی؟ هیچی نگاه ندارم. پدر آروم شوید. من شوهر دارم. در خانه مرا انتظار است. روید از اینجا. روید. خالای سلطان یگان کسی نپریده بالا. салом алайкум духтари хола. ба фикрам ту аз ин ҷойҳо нестӣ. чӣ кор мекунӣ? киро мекӯбӣ? ҷаноби ниёзиро мекӯбам. кадом ниёзиро? ӯ дар инҷо раис будааст. ҷаноби мухтор ниёзӣ. раисро мегӯӣ? дар маҳаллаи мо чанд то ниёзӣ ҳаст. ӯро чӣ кор мекунӣ? ман аз шаҳр омадам. номам фотима гул. ӯ ба ман дар мактуб навишта шудааст ки бояд ба ин ҷо оям. барои ин омадам. ана ҳамон ту ҳастӣ? биё ин чи аста? тортана кас аҳамият наде. биё роҳ гард. акнун дар ин ҷо биншин. биё марҳамат чинед. аз афташ тарсидаед. бароятон об меорам. бале камтар. аз тортанак метарсед? ҳозир ниёзиро гирифта ба ин ҷо меорам. ҳозир? ҳозир меоям.
حال شما بسید حالمو به شما نشان میدهیم. گوش کنید مرا یگان تتانه نمیبخشم. روتسیای از نی بینیامین توی مرا تو ویران کردی. من چیکار کردم؟ برای چی جمال زدی؟ دختر تو ندیدی اون مرا چیکار زد؟ میرم از جمال حقارت نکن افتخ تبین. ای دختر تو چی گفتی استایی؟ داماد قبولت نکرد کور بدی یا کرد؟ یک بار او را نپرسیدید که چه با قبولم نکرد؟ ممکن سراسیمه شد بینیامین در او را زد. قمری تو دیوانه ای؟ جمال تو را شرمنده کرد باز هم پشتی او را میگیری. در او خانه فتحت را برات بیزار کردی. حال شما بستید نوری با او شما دیگه خیلی گپ میزنم. از حرفای من نیایید گوش شوید. کمک میکنم. ای نیازی باور میکنی وای دختر آمده است هم در عرفه توی این اشاره است. آین را بین بازم اشاره میگویده. چه خیلی اشاره آن دختر به سر تو بلا آورد. این خیلی گپ نزن. آی شما در اینجا نبیره خالای سلطان آمده است. نبیرش؟ او کی است؟ همان دختری که جمال در تویش او را دیده از گپ زدن. خیر تو برای او مکتوب نوشته بودی که جمال برد. بعد نبیره خالای سلطان است از شهر به اینجا آمده است. آی خدا جانت را نگیرد این همان بوده است. با تو گفته بودم که این اشاره است. ای جمال تو با کجا میروی؟ چه خیلی با کجا نزدی دختر؟ این ناممکن است. ممکن است من میروم. به این همان دختر ترسیده است. ایستا من باید میگم نرو. جمال 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 چی کار کردی؟ رزیل چی کار کردی؟ چی کار کردم پدر؟ با قمری خاندار شدن نمیخواهم گفته بودم. همچون یک انسان آزاد نگفتم. انسان آزاد؟ همین خیلی میکنم که شومی آزادی میشوی. تو در ده جنگ جنجال برپا کردنی. ای پدر شما برای 50 گاوی فرما شده هم همین کار رو کردید. بدبخت این سر و بیرونک که حاضر دمجه کفته میکنم. حسنی من خودم با او گپ میزنم. جمال زود تو به خانه در را هیلا تو برای پدرت آب بیار به خود آید. من با جمال خودم گپ میزنم. گم شو اگه دستت هم گم شو آنها که سری من بیرون شد. بس دیگر تیلان نکنم. پسرم چیکار کرده ایستاده ای؟ هم گناهگاری هم با پدرت گپ میگردونی؟ اوچا باز کنید این گپ رو. به این هم پدرم همه گپ رو گفتند. میگوید البته بعد اینقدر کارت کم گفته است. اوف اوچا با شما سر خاموش شو. به درون درو باز با بیرون نبرایی. پدرت تو رو نبیند. مرا دیوانه نکنید. خالای سلطان کجا شد؟ سلاحش در دستش مایده به سوی خانه اش رفت به فکرم. خالای سلطان را با نبیره شناس کردی؟ نه او را اینجا آوردم. از چشمانش معلوم است که دختر ترسیده است. آفرین صدیق آفرین. سلام علیکم. رئیس محله‌مان جناب نیازی. خوش آمدید. خوش آمدید. انا این کس دخترک شهری. خوش باشید میگفتم اما خوش ناآمدم. در ما این خیل کارها اصلا نمی شود. عادی کرده گویم شما ناوقت آمدید. امیدوارم ناامید نشوید. میلش شاید خسته شدید. راهی دراز را طی کردید. بیاید شما را نزد بیبیتان برم. گوش کنید شما بیبی میگویید اما من تا حال باوری ندارم. یعنی همه‌اش رو فهمیدن میخوام. خوب میکنید. اگر مرا پرسید انیخ میگویم. چون که شکلتان یک خیل است. بسیار مانندید. همین خیل نصدیق؟ گنده مانندن. مرحمت گذارید. من اینا رو اینجا میگذارم. اینقدر لباسی بسیار داشتید. مرحمت گذارید. خالای سلطان اینجا بیایید. چه شد؟ همین بیبی؟ بیبی شما خالای سلطان. توف بر تو مردم جان. باز دوست داشتت را آوردی. آخر چه خیل دوست داشته خالای سلطان. این نبیره‌تان است. نبیرم؟ هوا
دخترم زیبای من اینجا بیا اینجا دخترم بیا خوشم راو شرم نکن بیا دخترم بیا نترس عزیزم زیبایکی بیبی اینقدر خراب بوده ای بشین دخترم در این کرسی چی مرحمت تو مگر یگان چیز نمیخوری جانی بیبی من با تو یگان چیز میارم بخور اینقدر تو خراب بوده ای حاضر برای تو یگان چیز میارم بخور او بسوی آدمان آتش کشد در میدان چی کارهایی که نکرد این زن بیمار است نه جانم بیبیت بیمار نیست بس خاطرش گم شده باز پیدا می شود اما در میدان کاری خوب کرد اگر در دهات توی را رد کنن این یگان جایی وایمش نیست نرمال است یعنی اگر بینیم خالای سلطان بسیار کاری خوب کردن خدا نگاه دارد اگر اون نمی بود در آنجا کشتار سر زدنش ممکن بود کشتار؟ ای خدایا من کشتار گفتم یعنی جانم در آمدی گپ گفتم در جای ما تنها به یکدیگر داد میزنند عصب یکدیگر رو خراب میکنند و خلاص مردک جان به من یاردم نمیکنی مگر من میگیرم شما گذشته شینید در اینجا گذار به خدا که گرسنه نیستم رحم میگیر زیبا یکم دهانت را کشا تو بسیار خراب بوده ای به خدا که گرسنه نیستم لطفا نمیخورم لطفا کشا بگز بسیارتر بگز دخترم دهانت را کشا گفتم کشا خب انا میتا تمام باشه اشتهای تامیجه تو هم بخور مردک جان علف قطیه با کبودی چه خیلی که دوست میداری خیلی بالازد بوده است ای صدیق چیکار کردی جمال؟ نیازی کجا گم شد؟ آن دختر رو با خانه خالای سلطان برد فهمم ای جمال نرو اون طرف که تو رو میکشند بگذار کشند اگر نکشند آدم نیستند اگر یگان خواهش آرزو یا اینکه یگان چیز خواستید بملال مرا پرسیدن میتوانید تشکر همینش بس است خوش آمدید جمال این چی کاری بود که کردی نیه گفته دختر را شرمنده کردی چی کار کنم خاله سلطان مجبورا زندگی کردن نمی شود مجبورا نمی شود نه به خدا نمی شود پیش از تویت فکر میکردی نمی شد خاله سلطان بعضا این خیلی حادثه ها می شوند در تمام حیاتم این باری اول است که من به خواست دلم کار کردم باور کنید دلت به تو چیزی گفت؟ به خدا که گفته دلت چی گفت؟ گفت که صاحبم تو قمری رو نه بلکه دیگری رو دوست میداری گویا که به تو همین خیلی گفت به خدا که چونین گفته قمری رو دوست نمیداری؟ نه نمیدارم پس کی رو دوست میداری؟ خاله سلطان آخر در پیش مهمان این را گفته می شود تو چرا میخندی؟ هیچ میخندم باز خندیدن میخواهم میگویدی حیات دختر رو سوزاندی میدانی؟ دختری را که با تو خانه دار میشد همین خیل گرفتی و پرتفتی من اینجا دیگر ایستاده نمیخواهم همه جا خیانت است با تو چی شده؟ چرا میخندی تو؟ میخندم با خدا آدمگریت کم است نیازی تنی بگو جمال تو کی رو دوست میداری؟ ای خاله سلطان نپرسید یگان کس رو دوست نمیدارم از دهه خودمون است نه نیست اما خدا نشود میشود خیر شما وقتی مرا نگیرید جمال مادام که به تو دیگر کس پسند است این رو من حل میکنم این رو به من گذار ویلش نیازی یوسف رو پگاه به اینجا بیار تو هم به پدرت گوی که به اینجا آید مالش اول اونها را آشتی میکنیم مهم این است اکنون روید شبای خوش ای برادر ای دختر چی گفت؟ دیوانم اگر نفهمیدی در چشمان او تو حیوانی هستی که در وقت توی عروست رو پرتفتی کاش که او میدونست که من این کار رو برای او کردم اون زمان فکرش دیگر میشد باید این رو میگفتی
ба ҷои дигар кас гуфтанат туро дӯст медорам мегуфтӣ. ман гуфта натавонистам, магар изҳори муҳаббат кардан осон аст нёзӣ. эй ҷамол, ба ту чизе шудааст. ту тамоман дигар шудаӣ. шудааст, бо ман чизе шудааст, инкор намекунам. чанд бор шуд ошиқ шудаам мегӯям. ту фикр кун, ба шаҳри калон рафта ошиқ мешавӣ, баъд мефаҳмӣ ки дӯстдоштаат набераи холаи султон будааст. ана ба ту ишора. ба худо рост гуфтӣ ҷамол. мошалло, ҳикмати худоро бина. ҷамол, рафтем он ҳикматро ёфта мепурсем, мебинем ки чӣ мегӯяд. маро ба ин ҳамроҳ накун, ман ба ин хел чизҳо бовар надорам. чаро? вай одам каме аҷиб аст. чӣ мегӯяд ман намефаҳмам. маро бо ӯ омехта накун нёзӣ. рафтем, ба ту танҳо ӯ кӯмак мекунад. ту бовар надорӣ, лекин ҳама гуфтаҳои ӯ рост мебарад. рафтем, роҳгар, биё, ин қадар ноз накун. рафтем. ман як кӯрпаи дигар мегузорам, то ки шаб хунук нахӯрӣ духтарам. шаб инҷо хунук аст. саломат бошед. камтар бишин. фотима гул, ҳайрон шудӣ? рости каме. вақте инҷо омадӣ тарсидӣ? вай номи ҳуҷҷати ман гул аст, фотима гул нест. не, фотима гул аст. дар гул чӣ дидӣ? гӯш кун, оилаи духтар бо оилаи писар бисёр наздик ҳастанд. оилаи духтар заминҳои маро талаб доштанд. тарафи писар бошад аз ман чорвоҳоро соҳиб мешаванд. домод буд ку домод. ӯро ҷамоли ҳайвон меноманд. лақабаш ба ӯ зебанда аст. не духтарам, не. ҷамол бисёр писари хуб аст, бисёр хуб аст. ӯ дар диҳамон аз ҳама ҷавони хубу зебо аст. ба инсони хуб буданаш боварам намеояд. ба ман бовар кун, ин рост аст. хайр, ту ягонта дорӣ? ягон дӯст дошта дорӣ? ба ягон кас намегӯям. дорӣ? яъне ба ман гӯй дорӣ? доштам. Дошти? аммо ҳоло тамом, дигар нест. туро ранҷонд? оҳ духтарам, набираҳаки ширин, ҷонам. ман ҳам пеш аз туям ин ҳолатро аз сар гузаронидам. чаро маро дар ин ҷо шинондед? ӯ чӣ кор мекунад? фикр дорад. чиро фикр мекунад? мо ба ӯ танҳо савол додем. ҷамол, аз ҷинаоша фарёд кардистай, камтар сабр кун охир. ин мардҳо ҳамаашон якхеланд. раҳмати бобоят ҳам бо ман чунин рафтор кард. ман чӣ хел ғам мехӯрдам. ҳоло ман бо мухторам. ману ниёзи ҷуфти муносибем. бисёр хушбахтем. ӯ ба ман вафодор аст. агар ӯ ногаҳон ягон кори хато кунад, ман ӯро мекушам. ай лутфан инро бигиред. ба худо ки ман бисёр метарсам. не духтарам, натарс. ту аз ин набояд ки битарсӣ. ҷонам, натарс. хайр майлаш, хоби хуш. то пагоҳ аз хоб рав. چه خیلی دهانی بوگی؟ بوی نوس است، اهمیت نده. بوی نوس نه، چیسناک. با فکر من تقاطع دختر یک جا نمیشوی جورا. نمیشوید. هیچ نمیشود. یگو مایده. کمی هم نمیشود. در اصل کم ترک میشود و اما کم ترک. کم ترک چی؟
جورا جونی ما که باشی همون دختر در نصیبت باشه از آن خودت میشه. چی گفتی؟ بله. اگر در نصیبت نباشه با درونی از آن نمیشه. نه خدا. خطا بلرزان. چی؟ بیده آخر. چی دیدم؟ پول. پول؟ بازیر. او خوشبو چی گفت؟ گفت که همان دختر اگر در نصیبی تو باشد حتما از تو می شود. چی؟ اگر در نصیبت نباشد نمی شود. ای روید شمایی مجبور کردید که پولهایم را دیم. برای 400 مرد جمال؟ شابی خوش جمال. لیکن به بیبیم هیچ مانندی ندارد. تو نمیرسیدی. چی میخواهی؟ با تو چی لازم است؟ گل از صبح به تو زنگ میزنم جواب نمیدی. خواطر شدم. جواب نمیدیم برایم خواطر نشو. ترمون قوی تو که تا خطاگی کنه گل. با پامیری گفتم که من خیانت نکردم. اگر تاجیکی رو نفهمی. سفر من همش رو با چشم خودم دیدم. چرا دیدی؟ ها؟ چرا دیدی فاطمه گل؟ مثل کودک و گپ نزن فاطمه گل. ترموچ است. من پگاه به افریقا میروم. بدون تو رو از دست دادن نمیخواهم. تو بفهم فاطمه گل. در اصل تو به من ارزنده نیستی. برای همین به افریقا رفته ایستاده. به کجا میروی رفتن گیر. از آن هم دور طرف نبودن. تو در کجا هستی؟ ها؟ با اپات هستی؟ من میآیم با اپات هستی؟ نه. پس دوت کنده. با تو چی؟ بسیار راهی دور رفتم فهمیدی؟ هم از تو هم از استانبول خیلی دور رفتم میفهمی؟ برای همین کجای میخواهی بیرم مرا فراموش کن. گل بسیار خوب رفتم. چخنه؟ 9:30 است؟ لعنتی کجا میروی؟ با آقل. کجا؟ با آقل. تا قطعی خلای سلطان گپ نزنم در چشمون ننما. ای آقل بیرون نمیبروی. مالش یگون چیز نمیخوری؟ نه اوچه نمیخوام. زهره خوره. صبح بخیر. خیسی دخترم صبح بخیر. خلای سلطان به شما چی شده است؟ شکری خدا که تو هم خنده میکرده ای. خودم را برای تو زیبا کردم. آخر کسمتیک را تو برایم فرستادی. بله درست. بیا بشید برایت خوراک آماده کردم. خنک نشده بخور. خلای سلطان از شما یک چیز را پرسیدن میخوام. پرس کنی. نامی بابایم چی بود؟ تو نامی بابایت را نمیدونی؟ نه نمیدونم. یعنی با ما بابایت همیشه میگفتند. اگر تو بگویی؟ نه نمیگویم. چرا؟ من نامی آن حیوان را کی شد که فراموش کردم و به یاد آوردن هم نمیخواهم. این را بیما. من رفته برای تو چای میارم. تو خوردم بگیر. حاضر. این طرف باشن من پیامک می نویسم.
نترس دخترم، او با تو چیزی نمیکند. نمیگذد. خبردار نشو دختری زیبایم، هیچ چیز نمیکند. او سگ خوب است، سگ خوب. ای ایستید. ای چی کار کرده شما؟ لاشیتم رو شکستید. ای ابو این رو بینی چی کار کردید؟ ها صبح خیر پدر. صبح خیر دخترم. نوری ها قمری در کجای؟ او حالا هم خوب است. برای خیزانش گپش دارم. مایلش پدر. تیز که حاضر میخیزونم. قمری این دختر کجا شد؟ تلفنش هم در همین جاست. قمری او در اینجا هم نیست. اوچه پدر چی گرچی؟ قمری نیست. چه نیست؟ تمام خانه رو دیدم، در یگان جا نیست. او کجا گم شده است؟ یک بار زنگش بزن. پدر او تلفنش رو نگرفته است. تلفنش در حجره است. نه با فکرم او خودش رو دور کشیده است. دم تبگی ای بو چخلی گپای. خاموش، هیچ خیلی گپ است. پس او در کجا است؟ وای خودش رو یگان کار نکرده باشد. یکی خودش رو کشته باشد. باید کنین بوی ما نکنین. خیزین بریم کویمش. بریم بکویمش. کجا شده باشد؟ ای حیوان سخت نشک رسکش میخزه اوزی. دیگه چی خیلی بشو موخی همی خیلی میشن ماشینا. یه برگم شه اول سریخته بشو بو کدسته. یزنه. بنیامین. لبای. قمری را ندیدی؟ وقتی ندیدم چی گپ شد تینجیه؟ قمری به همین طرف نگذشت. چند کشیده همیجهی؟ 1 ساعت و 10 مینوت شده نکی او را ندیدم. او بر وقت در گریخته است. ای اپا او دین شب توی دوش سر پیش کی میگریزه میروه؟ او از خونه گریخته است. از خونه. تمام بس اینجا ایستادن بیفایده ای. همه تو تیچین. این بدبخت باید پیدا کنیم. تیز کنیم. بله پدر. زود باشه. رفتیم بنیامین کوبیم. حالی ماشینا بوشم داغ میزنم برای تو میام. من خواهرم گم شده است میگویم و ماشین میگوید. رفتیم. بس قرار بس میرم. رفتیم. بدبخت شروع بوشو بو نخراشیش. مایلی از نه. جمال ها قمری تو در اینجا چیکار میکنی؟ ترا انتظار بودم. مرا انتظاری؟ ها جمال سر شد. بس کنه دختر. چی شد چرا میگیری؟ تمام رو در اونجا شین. آروم شو شین و من گوی کنی چی شد؟ انیسا تو با کجا رفتی ایستاده ای؟ با تو چی؟ باز چی شد؟ چی میشد جلو؟ چی؟ اکا دپم رو دیدی چی کار کرد؟ اپای تو رو من قبول نکردم مگر. تو چرا از من رنجیده ایستاده ای؟ برای چی اکاد نگفت؟ نمیدونم. دینه برای این کارش در خونه جنگ و جنجال بود. ابو ها اگر پدرم رو نمیقبیدم اکم میکشید. پدرت رو نمیقبیدی میموندی میزد. تو کجا رفتی ایستاده ای؟ اپای قمری از خونه گریخته است. راست میگویی؟ ما او رو میکوبیم. پس من به تو یاری میدی هم انیسا؟ باغی زردالو رو دیدی؟ نه. این خیلی باشد اول آنجا رو میبینیم. انیسا انیق در باغی زردالو رفتیم او رو میکوبیم. درست میگویی رفتیم. این رو بگیر. اکنون بینوش. با خود اومدی؟ اینش رو هم بینوش. آب هم تمام شد. اکنون خوب شدی؟ این رو با من ده. خب جمال جان برای چی تو قبول نکردی مرا؟ قمری همین خیل در نصیبمون بوده است میفهمی؟ چی بنی گفتی؟ اگر من به تو بله میگفتم گویا تو رو فریب میکردم. جمال کجای ما تو در معقول نیست که نگفتی؟ نه در اصل اگر بله میگفتم فریب میبود. فکر کن چرا این طور گفتم. با خدا خفم کردی جمال.
دل مگانده شکستی. قمری گوش کن، ما دیر باز یکدیگر رو میشناسیم، دوستی دیرینه هستیم. تو برایم ارزش داری، اما اویله هایمون ما رو برای مبلغ اندکی خانه‌دار کردنی بودند و اگر تو رو برای پول بزنی گیرم این خوب میشد. چبا؟ خدایم کمکم کنه. قمری، بله بین ما مناسبتی هست، اما عشق محبت نیست. تماما نیست. تماما در من نیست. جمالیا люблю тебя. قمری تمام کمتر داری، لیکن این خیلی نمیشود آخر. من به توی با محبت باوری دارم، به توی مجبوری نه. این کار تماما خطا است. ما آخر جوره های دیرینه ایم. جوره رو میگیرد مگر؟ در امریکا بچه قطعی بچه نیکو کرده ایستاده است، چه به نیکوی موت نمیشد است؟ قمری، در حیات میشود که دختر پسر رو دوست میدارد، پسر دختر رو، اما به یکدیگر نمیرسند. خیر نکاح کردیم بچه، عشق نباشد زندگی هم شیرین نمیگذرد. راست گفتی به خدا. فهمیدی؟ کم ترک فهمیدم جمال. راست گفتی جمال. با تو چی شد قمری؟ چی قدر میجنبی؟ این چه حال است؟ ای جمال جان، اجازت میتی که توالت برم؟ نه، با تو چی بیم؟ رو به حاجت خونه که نبینم تو رو. زود باش. بی عقل است به خدا. ایستا بیا کمی دم گیریم. ای به خدا مردم ایدوی دارم. چیکار کنیم جلال؟ باید او را کوبیم. انیسا از اون که فکری آفت میکنی یک بار فکری خمول کنی نمیشوه. اکنون چیکار میکنیم انیسا؟ پدرامون دشمن شیده نکن. درست میگویی. چیکار میکنیم جلال؟ اگر این دشمنی دوام یابد ما اصلا با هم دیگر نمیرسیم. مگر این خیلی میشود؟ انیسا آخر بین من و تو عشق بزرگ است کو. من بحری کبود هستم و تو آسمان. در عشق ما مردم شدند حیران. اگر من و تو به هم نرسیم انیسا جان، در عالم عشق عاشقی شود ویران. زور گفتم؟ گفتنی هستی که من آسمان هستم و تو بحری کبود؟ تو بحری کبود، منم آسمان و مثل باران بالای تو قطره قطره چکیدن میگیرم. شما چیکار کردید اینجا؟ ما اپا میکوبیم. اپا در دهن جلال آقی پدر میکوبیم. مایدین بسریت قرار دارم. وقتی مجھے یک به یک گپ بزنی بیا. دستک نزن. گرینی ها؟ گرینی گپ داری؟ صدا شوید. بس. طرفی من بای من نکن. جلال تو به خونه رو، من با کم گپ میزنم. مالیش جانم میکشمت. رو. تو چی ها میگویی؟ من یگان کار نکردم. اگر این کارو کدگی تا پدر من بگم عقد میکنه عقد پدر میشه. مرا گوش کن. اگر تو با پدرم بگویی وعده میدیم که من با پدر اکای جمال اکای حسنی در باره واخوریت با هلال میگویم، بعد میبینی. بس که نوشه تو چه خیلی آدمی بزی چیت رفتیم پیش بدرم. چیکار کردی؟ سبک شدی؟ جمال اوی بسیارم داده، برای همین خدمت قپیده نتونستم. این چی حال و احوال است؟ بند ازار من نمیبندی؟ قمریه، بندی ازارت رو بسته نمیتوانی، با شوهر کردن میخواهی تو. اگر یکون کس بیند عرض میشود. ای پدر ما جمال بگی بسته. سیده ایجا چیکار کردی تا یا؟ پدر یکتت میزنم میمری. اما که یوسف چرا ما رو کشتن میخواهید؟ من چیکار کردم؟ ما رو خطا نفهمید. ایزاری دختر ما چی بکشیدی؟ چیکارش کردی؟ من با دخترتون چیکار میکردم باید؟ اگر یکون کار کردن میخواستم دیروز در نکاح بله گفته و با دل پر التماس اما که یوسف ما رو خطا نفهمید. بند ایزارش کنده بود. قمری ما همه تو را گفتیم تو در اینجا قبری پدرت میکنی ها؟ پدر گفتم بیام جمال پرسم انیق راضی نیست. اما که یوسف از من پرسیدم و من باری هم با کسی دروغ نگفتم. جمال راست میگه قمری؟ ها پدر من خودم اینجا اومدم گفتم جمال راضی کنم. راضی کردن دست سرت میزنم. اینجا بیا کجا میگریزی؟ اینجا پدر دایت نگریزی اینجا بیا میگم.